سلام. دلیل این که انسان‌های خوب و مهربان چرا در عشق و روابط زندگی ناکام می‌مانند و بیشتر این روابط به شکست می‌انجامد؟ چرا در جواب محبت‌هایشان به مرور زمان باعث دوری همسر یا پانتر در زندگی می‌شود؟ می‌خواهم دلایل این مسئله را با شما به اشتراک بگذارم یا بهتره بگویم تجربه خودم را. اگر شماها این مدل مطالب ها را دوست دارید لطفاً ما را همراهی کنید و با ما همراه باشید. در روابط طولانی مدتی که بین زن و مرد با روحیات بسیار مهربان و فداکار صورت می‌گیرد، باید بدانید که این تنها مسئله برای موفقیت کامل در عشق نیست. اگر تعادل در رفتار نباشد، طرف مقابل به مرور از این مسئله سوء برداشت کرده و منجر به سوء استفاده می شود و همسر یا پانتر عشقی که با هزاران مشکل جذب او شده اید شما را فردی نیازمند به خود و خودش را برتر از شما می بیند و حس این که آنقدر مرا دوست دارد که هر مشکلی هم پیش بیاید او به خاطر مهربانی و گذشتی که دارد از آن مسئله چشم پوشی می کند. در اینجا ما در مورد کسانی که کاملاً فقط مهربانی و عشق را به دیگران می‌دهند صحبت می‌کنیم. این مهربانی به مرور باعث تحقیر شدن و کوچک شدن فرد در زندگی و روابط زناشویی می‌شود و جواب محبت‌هایش را برعکس می‌گیرد و باعث دورتر شدن همسر و یا پانتر خود می‌شود. و حتی به مرور یک سپاس و تشکر هم به محبتش داده نمی شود. و این مشکل طرف مقابل ما نیست. این ما هستیم که با رفتارمان باعث تغییر رفتار دیگران نسبت به خودمان می شویم. این ما هستیم که خواستیم هر بلایی که می خواهند سرمان بیاورند. ولی باز هم مهربانی می کنیم و به طرف مقابل اجازه می دهیم پایش را فراتر بگذارد و هر کار اشتباهی را انجام دهد و حتی از ما هم طلبکار باشد. انگار ما به دنیا آمده ایم فقط برای مهربانی و این رفتار ما باعث می شود که یک بچه هم از ما سوء استفاده بکند و با کوچکترین گلایه مرد مهربان هزاران تحقیر و حرف می شنود که تو عوض شده ای و از کلمه دوست داشتن هم سوء استفاده می کند و میگوید دیگر مرا دوست نداری و یا شاید با کسی در رابطه باشی و از این قبیل حرفها و دقیقاً پا میگذارد روی نقطه ضعف و این حرکتشان باعث می شود تا شما به خاطر قلب مهربانی که داری مظلوم واقع شوی و از او معذرت خواهی کنی و تمام گلایه ها و سردی های زندگی رو نادیده بگیری و باز هم ناراحتی ها رو تو خودت بریزی و برای کسی هم بازگو نکنی و بازم فرمان زندگی از دستت خارج می شود و دوباره حرف های ناگفته زیاد باید در تن و جانتان بماند. در اینجاست که با وجود دستاندازهای زیاد در مسیر زندگی باید زندگی رو به جلو برد و باید بپذیرید که هر لحظه زندگی شما در آستانه سقوط قرار خواهد گرفت. چرا؟ چون عشق شما جذابیتی در شما نمی بیند و او خودش را ناخواسته بالاتر از شما می بیند و حتی قدرت طلبی و باورهای نادرست در او بیشتر پدیدار شده و باعث تحقیر و نادیده گرفتن شما می شود. زمانی بیشتر مورد اذیت او قرار می گیرید که به وظایف خود در زندگی عمل نکنید. مردی که در زندگی نیاز به روابط عاطفی، روحی و روانی دارد، او دیگر برایش فراهم نمی کند، چون می داند که گلایه هم در کار نیست و پیش خودش فکر می کند خودم این کارها را انجام می دهم و همسر که دیگر تمایلی به اون زندگی و کارهایی که باید برای همسرش انجام دهد حتی آرایش و دلربایی هم نمی کند. چون مهربانی زیاد شده که نقشی در زندگی نداشته باشی او فکر می کند
وظیفه شما فقط مهربانی کردن است. بهترین آرایش و بهترین کارهای زنانه رو برای دیگران انجام می دهد و حتی دوست ندارد با شما تمکین کند و تعادل را در زندگی برقرار نمی کند و شما باید در این زندگی تا آخر بسوزید و بسازید و در آخر راهی جز جدا شدن ندارید. اکثر این جدایی ها از طرف مرد مهربان نیست، چون او در زندگی و عشقی شراکت کرده که از ابتدا برای عشقش سرمایه گذاری کرده است و برای نگه داشتنش مهربانی زیادی از خود نشان داده. مگر می شود دو نفر شراکتی را انجام بدهند، یک نفر تمام وسایل را فراهم کند و زحمت بکشد و دیگری هیچ زحمت و تلاشی برای نگاه داشتنش انجام ندهد؟ پس این ما بودیم که یاد نگرفتیم با زندگی چطور برخورد کنیم. این ما بودیم که یاد دادیم که دیگران چطور از بالا به پایین نگاه کنند. ولی باید یاد بگیریم در ابتدای هر رابطه‌ای باید مثل شطرنج باز حرفه‌ای عمل کنیم که حداقل اگر باختیم مات نشویم. در کل هر چیزی اندازه‌ای دارد و باید میانه رو باشیم، نه آنچنان مهربانی و فداکاری کنیم که خودمان را از یاد ببریم و نه خودخواه باشیم که زندگی را بر همسر یا پانتر تلخ کنیم. باید طوری زندگی رو کنترل کنیم که در تمام مراحل زندگی چوب دو سرسوخت نشویم و نگذاریم دیگران به خاطر قلب مهربان ما از ما سوء استفاده کند. عزیزان، در پایان در مورد این موضوع خوشحال می شوم تجربیات شما را بشنوم و اگر ویدیو یا پیشنهادی دارید دوست دارم عنوان کنید و ما را در راهی که در پیش گرفتیم حمایت کنید. با تشکر از شما.